درود به همگی، ایمان هستم. اومدم با 10 تا از بهترین پیشبینی های عجیب و واقعی کارتون سیمپسون ها. پیشبینی هایی که باورش سخته اما واقعی هستن. مثل این نگاه کن. Hey Dolph, take a memo on your Newton. Beat up Martin. خب بریم که ویدیو رو شروع کنیم. بهترین پیشبینی های کارتون سیمپسون ها که باورش سخته اما واقعیه. لطفا نظراتتون رو کامنت کنین و با لایک کردنتون انرژی بدین. فیس تایم، اولین پیشبینی سیمپسون ها که سال 1995 کردن. فیس تایم یا همون ویدیو کال خودمونه که ویدیو کنفرانس هم معرفی شده که اون تایم ویدیو چت رو با اسم پیکچر فون صدا می‌زدن که سال 2010 به حقیقت پیوست و الان هممون داریم استفاده میکنیم، حتی مادر بزرگا. Oh, don't worry, honey. I guarantee your father will behave. Mom, it's a picture phone. This? Oh, no, I just got a touch of the rheumatiz. Oh. Mom, picture phone. مورد دوم اسمارت واچ هستش که 1995 بازم پیش بینی شده توی سیمپسون ها سیزن 6 قسمت 19 که میبینید الان 2014 عرضه شده و خیلی وقتی که الان همه دنیا دارن اسمارت واچ رو استفاده میکنن و هممونم میشناسیم. مورد سوم گوپرو 1994 پیش بینی شده توی کارتون سیمپسون ها. دوربینی با کیفیت بالا هستش که اینو میتونن زیر آب و جاهای مخفی استفاده کنن به عنوان دوربین مخفی که توی سیزن 5 اپیزود 13 میبینید که توی کلاه دوربین مخفی گذاشتن. مورد بعدی، مورد چهارم که سال 2008 پیش بینی شده بود، دستگاه رایگیری که همش اشتباه رای میده. توی سیزن 20 قسمت 4 میبینید که ایشون میخواد به باراک اوباما رای بده اما دستگاه همش به جان رای میده و این پیش بینی شده بوده که سال 2014 این اتفاق میفته و یوتیوبری اونو پخش میکنه که 10 میلیون ویو میگیره و این اتفاق فکر میکنم که برای کل دنیا افتاده باشه. مورد 5 ریاست جمهوری دونالد ترامپ که سال 2000 پیش بینی شده بود توسط کارتون سیمپسون ها. توی سیزن 11 اپیزود 17 میتونید ببینید که این پیش بینی رو کرده و سال 2016 به حقیقت پیوست. این یکی از بزرگترین پیشبینی های این کارتونه. Crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke. شماره 6 بچه‌ها، برنده جایزه نوبل هم در سال 2016 توسط کارتون سیمپسون ها در سال 2010 پیش بینی شده. آدم بعضی وقتا این چیزها رو که میبینه و باورش میشه احساس میکنه تمام دنیا برنامه ریزی شده است و فقط اونا هن که تصمیم میگیرن و همین چیز میتونه توسط کارتون سیمپسون ها بهشون ثابت بشه. شماره 7 فاسد بودن شرکت فیفا توسط کارتون سیمپسون ها در سال 2014 یعنی 2015 به حقیقت پیوسته. همتون هم میدونید و اپیزود 16 فصل 25 نشون میده که ریاست رو دستگیر میکنن و میبرن و ریاست به کل عوض میشه. شماره 8 بچه‌ها، سال 1997 شیوع ویروس آبله در آمریکا هم پیش بینی شده بود در این کارتون و میبینید که دست این خانم یک کتابیه که روش نوشته ویروس آبله و اینجا نشون میده که قرار مرگ و میر به وجود بیاد و سال 2014 اتفاق میفته. مورد 9 بچه‌ها، پیش بینی سیمپسون ها در سال 1993 برای یک شخصی به نام رویز که یک شخص آمریکایی آلمانی بود که کارش شعبده بازی بوده، تمرین دهنده ببرها و شیرها بوده که دقیقاً چندین سال بعد سال 2003 همین اتفاق برای رویز میفته. و یکی دیگه از پیشبینی‌های خیلی عجیب سیمپسون ها که سال 2012 بوده، شاید خیلیاتون بدونه، چگونگی پرفورمنس لیدی گاگا تو کنسرتش که سال 2017 به حقیقت پیوست و از اون به بعد خیلی دیگه از اون پرفورمنس استفاده کردن و تقلید کردن که اینم چیز عجیبیه. خب
بچه ها به پایان ویدیو نزدیک میشیم. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. لایک یادتون نره و نظراتتون رو کامنت کنین. و اینکه پیشبینی‌های خیلی جذابتر و بروزتری از سیمپسون ها اومده که فکر کنم خیلیاتون دیده باشین. و اینکه ببینم حمایتتون از این پست بره بالا، براتون پارت دومش رو میسازم که از پیشبینی‌های جدید سیمپسون ها براتون بگم. مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم و ازتون ممنونم. خدا نگهدار.